به آرمانجا پیشخستنا پیوندیان ناوبرا حکومت هرم کردستان و حکومت ترکیه ده به مراسم فرمی درگاه سینوری سرزیری هاته وکرن. اف درگاه گردای قضای آمدیه بسر پارزگاه دهوکی ده و دربونه که 107 کیلومتر جسنترا باجیر و تنه جبو چونو هاتنا ولاتیان و کشتوگزاری ناوبرا ترکیه و هرم کردستانی و ایدی هر کس دکاره به پاسپورت خواه در باس ببه جوالاتین هر دو آلیا و چی کسین سوری آن جوالاتین دن هگر ویزا بده سوان هبه او جی دکارن در باس ببن کسین گودوی درگهی در باس دبن جی کردین ترکیه آن کردین عراقی تیلن سینوری نابینن گو خاکوان پرچه دکه جبرگو بیک زمانی دا آخفن ام جلیت ودی خلک ترکانی دی چین عراقی مروت میل ورا دی چین سرادون میتای دی چین سرادون برای اینجی همون عمل برخط ترکی که اصلی ما عراقی نه مروت ما همیل ورا هم عراقی نه عزمان ما ای که عشیره ما البیره نیروی نه هم همیل ورا تمینین یعنی هر وقت که احتیاج کبید چه آرشنین هم تین چین تیزانین گود سالا بوریده پشتی سردانا سرک وزیر هرم کردستان نیچروان برزانیش ترکیه را لگل وزیر درویه داود اوغلو د کنگره کی چاپمنی در راگهاند و اوه 5 درگه سینوری نو بیوکرن سرزیری یک جوان درگه های گو اوه بارک مزن سر درگه ابراهیم الخلیل سوک بکه و جبرگو او درگه هین دوار آمده کاری دیه خلق گازنا جریا ویدکن خودی درگاه نسبتی درگاه شنوی وکیل که حسابی ریکت بگلت نخوشن که حتی نه چهار شنین یعنی عالم گلت ترخینو کن تقریبا یه زاخو 9 ساعت و 10 ساعت عالم مود درگاه دو یعنی ازدحام بو بس ویرا نه ویرا پیچه ری نخوشه که وکودی چهار شنین لهرم کردستان سه درگاه سینوری به ولات تنشتیره هیا ابراهیم الخلیل و سرزیری جالیه ترکیه و سیمالکا جالیه هرم کردی لسوریه لیلگوری هند چاو دیران درگاه سیمالکا لپیش بازرگانی وکریه لهیب آوایی که اشکره نبویه سدمجی ندیاره سرزیری درگاه سینوری نابرا هرم کردستانی و حکومت ترکیه با آوایی که فرمی بری دمکی هاته وکرن و تنه جبو کشتوگزاری نابرا هر دو آلیان ده جبو اورینت نیوز رود ابراهیم درگاه سینوری سرزیری